من 21 سال سیگار میکشیدم. 15 سال از این 21 سال رو به صورت زنجیره‌ای سیگار میکشیدم. پاکت سیگار همیشه توی جیبم بود و چند سال آخر مصرف سیگارم رسیده بود به روزی 60 نخ و بابت اون روزها همیشه احساس تأسف میکنم. ولی الانی که شما دارین صدای منو میشنوین، خرداد ماه سال 1404، من درست 4 سال و 3 ماهی که لب به سیگار نزدم و اعتیاد وحشتناکی که نسبت به سم نکبتبار نیکوتین داشتم جایگزین کردم با حس خوبی که از کمک به دیگران به دست میارم، با هزینه‌ای که قرار بوده جیب شرکت‌های کثیف دخانیات پر بشه باشون کارهای قشنگ انجام میدم و ازشون لذت میبرم. من زندگیم رو وقف کمک به بچه‌هایی کردم که توی موقعیت قبلی من قرار داشتن و دوست دارن از چنگ سیگار خلاص شن و به زندگی واقعی دست پیدا کنن. بدون هیچ منتی لذت میبرم از این حس و خوشحالم که دارم توی این دنیا رسالتم رو انجام میدم. ممنون از همراهیتون، ممنون از اعتمادی که به من دارین و با من همراه شدین. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به ویدیوی دوم دوره تثبیت ترک سیگار که در ادامه دوره اصلی ترک سیگار به روش TTAC منتشر شده. روشی که 100% افرادی که ویدیوها رو توش به ترتیب دیدن و به راهکارهایی که بهشون گفتم عمل کردن ازش نتیجه گرفتن و برای همیشه از شر سیگار آزاد شدن. الان که دارین این ویدیو رو نگاه میکنین احتمالاً بیشتر از 48 ساعته که دیگه سیگار نمیکشین و دارین از زندگیتون لذت میبرین و بهتون تبریک میگم، چون شما الان 2/3 زمانی که نیاز دارین برای پاکسازی بدنتون از نیکوتین رو پشت سر گذاشتین و دیگه چیزی باقی نمونده. یه جورایی شاخشو شکوندین و دمتون گرم. میدونم من هم جای شما بودم، احتمالاً الان وسوسه زیادی دارین، احتمالاً این حس رو دارین که انگار یه چیزی رو گم کردین. بله دوستان، اینا تأثیرات خروج نیکوتین از بدن شماست، ولی همون جوری که بهتون گفتم توی دوره، این تأثیرات به شدت خفیفه. انقدری که شما زمانی که سیگار میکشیدین توی طول شب که خواب بودین حتی از خواب بیدارتون هم نمیکرده. دوستان، این یکی از کلیدهای دوره بود. تأثیرات نیکوتین به شدت خفیفه و احساسی که الان شما دارین شاید فقط 5% برگرده به تأثیرات نیکوتین، 95% تله‌های ذهنی شماست. بهشون توجه نکنید. هر وقت که وسوسه شدید راهکارشو بهتون گفتم، یه نفس عمیق، ایول من دیگه سیگاری نیستم. شما با این کار 95% وسوسه رو از وجودتون دور میکنید. میمونه اون 5% که 2/3 مسیر رو تا الان پیش رفتین و فردا کاملا بدن شما از نیکوتین پاک میشه و اون هم از بین میره و فقط ذهن شما میمونه که اون رو میتونین با دانشی که توی طول دوره به دست آوردین پوششش بدین. شما الان دانشی نسبت به ماهیت سیگار به دست آوردین که سپر شماست در مقابل تمام این وسوسه ها. شما با کشیدن اون یه نخ سیگار بر میگردین توی چرخه نیکوتین، چرخه‌ای که داشته نابودتون میکرده. چیزی جز شرمساری، چیزی جز افسردگی، چیزی جز اضطراب، چیزی جز بدبو بودن بدن شما، چیزی جز به خطر انداختن سلامتی شما نداره. لطفاً اون یه نخ سیگار از مغزتون بندازید بیرون. هر وقت وسوسه شدید یه نفس عمیق بکشین و لذت ببرین از این که دیگه سیگاری نیستین. حس خوب داشته باشین. چه حسی قشنگتر از این که شما دیگه سیگار نمیکشین؟ پاشین برین یه دوش بگیرین، یه مسواک خوب بزنین، یه عطر خوشبو صورتتون رو شیو بکنید، یه دستی به موهاتون بکشین، لباس خوب بپوشین، لذت ببرین با اعتماد به نفس. اعتماد به نفسی که با ترک سیگار به دست آوردین. بچه‌ها، کاری که شما کردین خیلی از سیگاری آرزوشون انجام بدن. شما یه قدم از تمام اون افراد جلوترین. قدر خودتون رو بدونین. بله، محکم را برین، لذت ببرین، به همه اعلام کنین بله من دیگه سیگاری نیستم. شکستش دادم، خوشحالم از این بابت. حال کنید با خودتون، قدر این روزاتون رو بدونید. اون یه نخ سیگار چی داره؟ چی قراره به شما بده که هزاران نخ سیگاری که قبل از این کشیدید بهتون نداده؟
چیزی جز اضطراب، شرمندگی، اعصاب خوردی، افسردگی، حال بدی داره برای شما؟ لب بهش نزنید، لب بهش نزنید. اون سیگار ارزش این رو نداره حس خوبی که الان دارین از ترک سیگار رو ازتون بگیره. اون سیگار بی ارزش ترین چیزیه که الان تو زندگی شماست. شما این همه تلاش کردین، بارها شکست خوردین بابت این که سیگار رو بذارین کنار. حالا الان که یه راه درست پیدا کردین، افتادین تو مسیر درستش، دیگه خرابش نکنید. به هیچ قیمت خرابش نکنید. ارزشش رو نداره. کافیه طعم لذت بخش زندگی بدون سیگار رو بچشین. این طعم رو درکش کنید. هرچی بریم جلوتر خوشمزه تر میشه زندگیتون. این حس قشنگتر میشه. بذارین با همدیگه اون روزا رو سپری کنیم. فکر اون یه نخ سیگار از مغزتون بندازید بیرون. اون یه نخ سیگار نابودتون میکنه. قدر خودتون رو بدونید. ما یه قانونی داریم به اسم قانون خلأ. میگه اگر میخوای یه چیزی رو به دست بیاری، یه موقعیت جدیدی رو که آرزوشو داری به دست بیاری، باید جاشو خالی کنی. شما الان این کار رو انجام دادین. جای خالی که ایجاد کردین با سیگار نکشیدنتون به زودی زود میاد پر میشه با مواردی که آرزوش رو داشتین. پر میشه با سلامتیتون، پر میشه با حس خوب، پر میشه با لذت بردن از زندگی، لذت بردن واقعی، نه فیک و دروغین. پر میشه با ورزش کردن، پر میشه با اعتماد به نفس، پر میشه با انرژی. این چند روز تحمل کنید، سطح انرژی بدنتون به شدت میره بالا. این تجربه شخصی من و تمام بچه هایی که با این روش ترک کردن سیگارو. سیگار بزرگترین خلأ زندگی همه ما بوده. ما این خلأ رو پر میکنیم با حس خوب. ما این خلأ رو پر میکنیم با انرژی، با سلامتی، با عشق، امید، انگیزه. چی بهتر از این؟ چی قشنگتر از این؟ اینها جایگزین درسته برای سیگار. شاید الان توی مغزت داره رژه میره. خب من سیگار نمیکشم، بیام چی جایگزینش کنم؟ برم آدامس بخورم، برم قلیون بکشم، برم پاد بکشم، برم آدامس نیکوتینی بگیرم، برم چسب نیکوتینی بگیرم، برم آیکاس بگیرم، برم به جاش قهوه بخورم، برم به جاش چای بیشتر بخورم، برم به جاش بدوم. دوستان، این فکرها رو از مغزتون پرت کنیم بیرون. توی طول دورم بهتون گفتم هیچ چیز رو جایگزین سیگار نمی کنید. هیچ چیز رو مطلقاً جایگزین سیگار نمی کنید، مخصوصاً چیزایی که نیکوتین داره. اگر آدم آدامسخوری هستین، طبق معمول قبل عمل کنید. اگر 2 روز در میون قهوه میخوردین، همون 2 روز در میون قهوه بخورین. نیاین بکنینش هر روز، روزی 4 تا شات. چیزی رو جایگزین سیگار نکنید مطلقاً. طبق روال عادی زندگیتون پیش برین. اگر میرین ورزش میکنین، بابت این نباشه که من این رو جایگزین سیگار کردم. نه، بابت این باشه که دوست دارم سلامت باشم. به ابعاد دیگه زندگیتون فکر بکنید، سر و سامون بدین بهشون، ولی نه بابت این که جایگزین سیگار کشیدن باشه. خیر، این غلطه. این کاملا اشتباهه. این بزرگترین اشتباهیه که توی روش ترک با اراده دوستان انجام میدن. این کار رو مطلقاً نکنید. اگر یه کار جدید مثبت رو شروع میکنین، شروع کنین، ولی اینو از مغزتون بندازید بیرون. اون کار رو جایگزین سیگار شما نمیکنید. اون کار صرفاً برای بالا بردن کیفیت زندگیتونه. همین و بس. فقط حق دارین یه چیز رو جایگزین سیگار کنید: حس خوب سیگاری نبودن، حس خوب کمک کردن به دیگران. فقط میتونین احساس خوب رو جایگزین سیگار کنید. تمام. من گفتم بهتون به سیگار فکر کنید، حتی بیشتر از قبل هم فکر کنید، ولی هر باری که فکر میکنید یه نفس عمیق بکشید، حال کنید با این موقعیت، حال کنید با اینکه دیگه سیگاری نیستین. به خودتون بگید دمم گرم، به خودتون افتخار کنید. شما دیگه سیگاری نیستین. الان حداقل 48 ساعته که سیگاری نیستین. قدر این موقعیت رو بدونید، لذت ببرین از این موقعیت، شاد باشید بابت این موقعیت، شاد باشین بابت این دستاورد قشنگی که به دست آوردین. دستتون رو بو کنید، ببینید دیگه بوی سیگار نمیده.
عطر میزنید یه بو کنید ببینید چه بوی خوبی داره. این که دیگه با بوی بد سیگار ترکیب نشده، ببینید چه حس باحالی بهتون میده. به این فکر کنید که ببین این پوله که قرار بوده دود بشه بره آسمون یه بخششه، ضرری که به من میزده، بوی بدی که به بدن من میداده، دندونای منو داغون میکرده، حال منو خراب میکرده، شرمندگی تو بدنم ایجاد میکرده، اعتماد به نفسمو میآورده پایین، الان باهاش دارم چه کارای باحالی میکنم. ببینید عزیزان، من بابت حس خوبی که شما قراره از این کارها بگیرید اومدیم حرکت قشنگ کارهای خیر رو استارت زدیم. من از این بابت از خودم مطمئنم. من این کار رو تو دوره قبلی انجام ندادم، صرفاً به بچه‌ها گفتم آقا شما وظیفتونه که هزینه سیگارتون رو جدا کنید و خودتون برید باش کارهای باحال بزنید. چرا این کار رو انجام ندادم اون تایم؟ برای اینکه از خودم مطمئن نبودم. ولی الان خرداد ماه سال 404 من درست 4 سال و نیمه که دارم این کار رو انجام میدم و مطمئنم، اطمینان دارم به خودم. من هر هفته دارم میرم اون هزینه سیگارم رو صرف کارهای قشنگ میکنم، حس خوبش رو میگیرم و این کار رو تا ابد انجام میدم و این اطمینان رو به شما میدم. هر تایمی که داری این ویدیو رو میبینی، اگر بیای تو کانال تلگرام من نگاه بکنی متوجه میشی و گزارش این کارها رو میبینی. من به این اطمینانه از خودم رسیدم که این کار رو انجام میدم و از شما میخوام که با من همراه باشید. اینجوری میتونیم کارهای قشنگتری با هم انجام بدیم، کارهای بزرگتری با هم بکنیم، به بچه‌های بیشتری کمک کنیم، دلهای بیشتری رو شاد کنیم و لذت ببریم از زیستنمون، لذت ببریم از زندگی قشنگی که با همدیگه ساختیم. رفقا توی این کار شرکت کنید، نتیجهش رو میبینید. این کار 2 تا خوبی داره. اولیش حس خوبیه که از این کار میگیرین، انرژی خوبی که از این کار ساطع میشه توی زندگیتون و توی این مسیر بهتون کمک میکنه. دومیش طبق قانون پرداخت بها مغز شما متوجه این میشه شما دارین بهای حس خوبی که با ترک سیگار به دست میارین رو پرداخت میکنین. ساختار مغز ما وقتی بابت چیزی بهایی پرداخت کنه قدرش رو میدونه، چیزی رو که رایگان به دست میاره بهش بهایی نمیده. شما با انجام این کار دارین به مغزتون دیکته میکنین که ببین من هزینه‌ای بابت سیگار دیگه ندارم که صرف کنم، جای دیگه خرج شده. قطعاً کمتر وسوسه‌تون میکنه، قطعاً کمتر اذیتتون میکنه و میذاره راحت‌تر توی این مسیر پیش برید. مسیری که آرزوی خیلی از سیگاریاست. تایمی آرزوی من و شما هم بوده، اینکه بتونیم سیگار رو برای همیشه بذاریم کنار. الان این اتفاق افتاده، حالشو ببرید، لذت ببرید، به کارهایی که بهتون میگم عمل کنید، کلیدهای روز 21 رو مرور کنید، به تک تکشون عمل کنید. اینها کلید رهایی ابدی شما از چنگ سیگاره. انرژی مثبت، حال کنید، لذت ببرید. دمم گرم، من دیگه سیگاری نیستم. و آرزوی همیشگی من به امید سلامتی همه مردم جهان. مخلص.